این غذا اصلا شبیه باقی غذاهایی نیست که تا به حال درستش کردید، ولی طعم و مزه‌اش فوق‌العاده است. بیایید با هم دیگه خورشت قارچ و آلو درست کنیم با ته‌انداز قارچ زعفرونی. اول کار لازمه که قارچ‌ها رو بلانچ کنیم، یعنی 5 دقیقه داخل آب جوش نگه می‌داریم و بعد مستقیم میره داخل آب و یخ. برای تهیه خورشت پیاز نگینی و سیر، پودر کاری، فلفل قرمز و نمک، رب گوجه فرنگی و قارچ‌های بلانچ شده به ترتیب اضافه میشه. آب جوش هم میاد روش و 1 ساعت آروم آروم میپزه. تا برنجمون به جوش میاد من آلو رو هم به خورشتمون اضافه میکنم. حالا کف ظرفمون رو آب و روغن و زعفرون میریزم، قارچ‌ها میاد داخلش و بعد از اون برنج آبکش شده میره تا 45 دقیقه دم بکشه. غذامون دیگه آماده است و میتونیم بریم برای سروش. اگر این یه دونه قارچ هم لجبازی نمی‌کرد و به ته قابلمه نمی‌چسبید، قاب زیباتری داشتیم. این یه غذای کاملا گیاهی بود که با قارچی که داخلش استفاده کردیم میتونه منبع خوبی برای جذب پروتئین باشه، البته با کلسترول 0. راستی یادتون نره اگر خواستید قارچ رو بلانچ کنید موقع جوشیدن بهش نمک و آب لیمو بزنید، اینجوری میتونید تا ماها داخل فریزر نگهش دارید.